عملیات اطفاء خیلی خوب پیش می‌رفت. در لحظات پایانی کارگیری همه چیز تحت کنترل بود. به یک باره زمانی که انتظار قضیه رو نداشتیم دوست انفجار خیلی شدید طبقات بالایی اتفاق افتاد. انفجار اول به فاصله تقریبا 3-4 دقیقه. انفجار اول که اتفاق افتاد تمام شیشه‌های ساختمان گذشته تخریب شد و بلافاصله بعدش توسط فرمانده ارشد عملیات دستور خروج نیروها از ساختمان به دلیل ناایمن بودن ساختمان صادر شد، چون فهمیدیم که احتمال انفجار در این